حیات شاهزر علامه باباجان غفورов تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. گفتار 19. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صفحه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. یونان و باختر و پارت در عصرهای 3-2 پیش از میلاد. رونق دولت یونان و باختر. مساحت دولت یونان و باختر را پسر یوتیدیم دیمیتری از حساب خاک هندوستان وسعت داد. یوستین دیمیتری را شاه هندوان می نامد. استرابان می گوید که هندوستان را دیمیتری و باز یک پادشاه دیگر میناندر تسخیر کردند. در سفرنامه ایسیدار خرکسی دیمیتری نام شهر ذکر شده است که در اراخوزیا واقع بوده است. تنگه هایی که در آنها نام دیمیتری ثبت شده اند خیلی گوناگونند. در این تنگه ها پادشاه گاه تاج بر سر و گاه خود در سر تصویر شده است که به صورت کله فیل است. سیمای پادشاه نیز در تنگه ها یک خیل نیست. خط بعضی تنگه ها یونانی، دیگر تنگه ها یونانی و هندی با خط کراشتی. در روی تنگه هایی که در اطراف صورت پادشاه خط های یونانی و هندی دارند چنین نوشته شده است: از آن پادشاه مغلوب ناپذیر دیمیتری. بعضی محققان گوناگون بودن تنگه ها را در نظر داشته تخمین می کنند که دو پادشاه وجود داشت و نام هر دو دیمیتری بود، ولی بعضی محققان این را قطعیاً رد می کنند. الحال این مسئله را عمیق حل کردن ممکن نیست. به هر حال دیمیتری یا خود یکی از آن دو پادشاهی همنام از حساب ناحیه های جنوب حدود یونان و باختر را خیلی وسیع کرد. به دو زبان ثبت شدن نوشتجات و خودی به کله فیل مانند را فقط چنین شرح دادن ممکن. این به هیئت دولت یونان و باختر کدام یک قسم قندهار قدیم شمال و غرب پاکستانی حاضره همراه شده است. عالم هندوستان لاهوری در اساس مأخذهای هندی به خلاصه می آید که دیمیتری به هندوستان در عهد بریهندرتها نام پادشاهی ناتوانی داخل شده است که خود از سلاله مارویان بود و این تقریبا سال 185 پیش از میلاد به وقوع آمده است. لاهوری به اویتخیت پیروی نموده تخمین می کند که این اصطلاح پایدار نی بلکه یک نوع یوریشی بر دوام حربی، یک نوع تاخت و تازی بود که در رفت آن لشکر یونانیان و باخترها و درونتر خاک دولت مارویان داخل شدند. این واقعه به شرق تأثیر زور رساند و به این سبب دیمیتری صاحب عنوان شاه هندوان گردید که ما این را از گفته یوستین می دانیم. نتیجه بیواسطه این تاخت و تاز کذایی نبود. آن تنها به تجاوزهای من بعده یونانیان، یونان و باخترها باباجان غفورov و اصطلاح شدن شمال و غرب هندوستان راه شد. به عقیده لاهوری دیمیتری تا به پتالیپوتر رسیده لشکر بریهندرتها را تارومار کرد و دیری نگذشته به باختر برگشت، زیرا او را مبارزه با یوکراتید کبیر در پیش بود.
این تحلیل لاهوری که عمیق و دقیق بوده قریب تمام جزئیاتش به فکت ها اساس یافته است، به نظر ما خیلی اعتماد بخش می باشد. در آن دوره‌ای که دیمیتری به تسخیر هندوستان مشغول بود، در عرصه تاریخ یونان و باختر دیگر یک شخص نمایان یوکراتید پیدا شد. یوستین چنین روایت می کند: قریب در یک زمان در پورت میتریدات و در باختر یوکراتید پادشاه شدند. هر دو مردان میدان بودند، ولی تاریخ پارتها تاف و آنها به شرافت سروری این مرد بزرگ به اوج قدرت رسیدند. باختریان باشند گاه به این و گاه به آن به جنگ و جدال سرگرم گردیده، نه فقط ملک خود بلکه استقلال خود را از دست دادند. آنها با سوختها، عرفاتها، درنگها، آریاها و هندوها به ایست جنگ کرده در عذاب ماندند و در آخر گویا از حال رفته زیر دستی پارتهایی شدند که نسبت به آنها ضعیفتر بودند. به هر حال یوکراتید در همه این جنگ ها جسارت و متانت بی همتایی نشان میداد. مثلا وقتی وی در محاصره شاه هندوها دیمیتری مانده خیلی سود شده بود، با 300 نفر لشکر خود پسی هم شباخون زده بر 60,000 نفر دشمن غالب آمد. بعد محاصره 5 ماهه وی هندوستان را مطیع کرد. استرابون به تاریخ پارتی اپالادور استناد نموده می نویسد که پادشاهان یونان و باختر نسبت به مقدونیان حتی قسمی بیشتری هندوستان را تسخیر کردند. دیگر راویان روایت کردند که به وی 9 قبیله و 5,000 شهر تابع بود. استرابون روایت کرده است که پارتها خیلی پیشتر از یوکراتید و طرفداران وی اینچنین یک قسمی باختر را استیلا نمودند و اسکیفها را دور انداختند. استرابون شهرهای باختر را ذکر کرده شهری یوکراتیدی را نام میبرد که به شرف سابق حاکم خود چنین نام داشته است و سپس علاوه می کند که پارتها از دست یوکراتید ساتراپی های اسپیان و توری را کشیده گرفتند. چنینند معلومات مأخذ های تاریخی. غیر از این بسیار تنگه های یوکراتید هستند. شماره زیاد آنها از آسیای میانه یافت شدند. مثلا در ولایت قشقدریا نزد کیتا خزینه یافت شد که قریب 100 دانه تنگه های یونان و باختری دارد. اکثر این تنگه های دوره یوکراتید می باشند. این گونه تنگه ها اینچنین از خاک تاجیکستان، مثلا از ریان 5 ولایت کولاب و غیره یافت شدند. باید گفت که در روی آن تنگه ها که رسم یوکراتید ثبت گردیده است، پادشاه اعظم یوکراتید را نوشته شده. در قفای آن رسم 2 کس هست، یک زنی تاجدار و یک مردی بی تاج و این چنین خطی هست: گلیاکلا و لادیکا. حرف ا که به آخری این نام ها الحاق شده منصوبیت آنها را افاده می نماید، باعث شرح و توضیحات مختلفی گردید که موافق آنها خط تنگه را این طور خواندن در کار: پادشاه اعظم یوکراتید را فرزندانش گلیاکل و لادیک یا خود در قفای تنگه پسری یوکراتید و زنش تصویر شده اند که ملیکه بوده است، برای همین تاج داشته است و غیره و هاکذا. الحال اکثر عالمان اعتراف می کنند که در تنگه والدین یوکراتید از آن جمله مادرش ملیکه تصویر شده اند و گویا با همین قانونی بودن عملیات خود و صاحب تخت شدن خود را تأکید کردنی بوده است. به فکر ما محض چنین عقیده قابل قبول می باشد،
و از گفته های سوست بنیاد ترن که در ادبیات سویتی تحلیل کرده شده است دست کشیدن در کار. در اساس معلومات مأخذ های خطی و تنگه های مذکور تخمین کردن ممکن است که در عهد یوکراتید کبیر واقعه ها به ترتیب ذیل جریان داشتند. در آن زمانی که دیمیتری در هندوستان میگشت، در باختر یوکراتید نام یکی از نمایندگان اشراف یونانی اسیان برداشت که پدرش لاودیک از اولاد پادشاهان بود است. این واقعه عیناً در همان وقتی به وقوع آمد که به تخت پارت میتریدات یک صاحب شد، یعنی تخمیناً سال 171 پیش از میلاد. یوکراتید حاکمیت را به همین سبب هم به آسانی به دست آورد که قسم اساسی لشکر یونان و باختر را دیمیتری به هندوستان برده بود. یوکراتید به تخت صاحب شده عنوان ساتر یعنی نجات بخش را گرفت و با همین گویا تاکید می کرد که وی باختر را از دیمیتری نجات داده است. دیمیتری این خبر را شنیده برای فرو نشانیدن اسیان لشکری بسیاری می فرستد که شماره آن از شماره لشکری یوکراتید خیلی زیاد. لشکری کم شماری یوکراتید به محاصره گرفته شد و گویا که علاج خلاصی نداشت. آخر شماره محاصران فقط 60,000. ولی یوکراتید از پراکندگی لشکری دشمن فایده برده. در این باره در مأخذها اشارتی نیست. بی‌ایست به دشمن حمله کرده، با دسته 300 نفره خود مدام شباخون زده شجاعت و جسارتی بی‌مثل نشان داد و لشکری سیرشماری دیمیتری را تارمار کرد. سپس به تخت برآمده عنوان پادشاه اعظم یوکراتید را گرفت. سکه زد که در آن رسم پدر و مادرش ثبت شده بود. به نام خود یوکراتید در باختر تنگه بسیاری برآورده شد که از افتکار پس از سریبه هم خیلی وقت در معامله بود. من بعد هم بعد سقوط دولت یونان و باختر تقلیداً به این تنگه ها خیلی دیگر تنگه ها برآورده شد. یوکراتید در باختر حاکمیت خود را تقویت داده و تسخیر ملک های هندوستانی دیمیتری شروع نمود و ضمناً حدود آنها را حتی وسیع کرد. عقیده ای هست که وی صاحب 1000 شهر بوده است. ولی گفتن ممکن نیست که در عهد یوکراتید همه کار نوراً علی نور بود. از دو مضافات غربی دولت یونان و باختر محروم شد. آنها به دست پادشاهی مقتدری پارت میتریدات یک گذشتند. ضمناً میتریدات یک کمچخیل ناحیه های سرحدی را نیز اشغال کرده بوده است. یوکراتید تسخیر هندوستان شمالی را انجام داده به طرف باختر رهسپار شد. یوستین می نویسد که هنگام بازگشت از یوریش یوکراتید را پسرش کشت که او را اندکی پیشتر به خود شریک حکمرانی کرده بود. پسر پدرکشی خود را گویا که نه پدرش بلکه دشمنش را کشته باشد حتی پنهان هم نمی کرد. وی سواره عرابه جنگی خون پدرش را زیر کرده گذشت و فرمود که جسد را به خاک نسپرده پرتافته روند. این انجام پرفاجعه کاری یوکراتید قریبی های سال 155 پیش از میلاد به وقوع آمده است. معاصر و رقیب یوکراتید پادشاه پارت میتریدات یک سالهای 171 138 37 پیش از میلاد در بابت وسعت حدود ملک خود خیلی موفقیت ها به دست آورد و ضد حاکمان محلی و سلیوکیان با اصرار مبارزه برده ایران غربی را اشغال نمود که میدیه و بین النهرین را به حدود پارت داخل کرد. پارت تدریجاً یکی از دولت مقتدری جهان گردید.
وضعیت در یونان و باختر دیگر بود. از نیمه های عصر دوی پیش از میلاد دوره انقراض اقتداری سیاسی آن رسید. این دولت بزرگ ناحیه های بیکنار آسیای میانه، افغانستان و هندوستان را در بر می گرفت، پراکنده می شد. بعضی والیان که از اولاد دیادات، یفتیدیم و یوکراتید بودند و بعضی اشراف زبردست که به خاندان شاهان تعلق نداشتند، حاکمیت را به دست می گرفتند و از نام خود سکه می زدند. ظاهراً در نیمه دوم عصر دوی پیش از میلاد در باختر و سوخت والی انتیمخ نام شخصی بوده است که عنوانی تیاس خدا داشته است. از جمله شاهان هندوستانی موقعی میناندر نمایانتر است که وی از افتکار فوراً بعد وفات یوکراتید ملک‌های در هندوستان بوده را به دست درآورده است. موافق روایت بوداییان وی پادشاهی خردمندی بوده به رونق و رواج دولت مساعدت می کرده است. تخمین می رود که روایت مأخذهای بودایی راجع به دین بودا را قبول کردن وی از حقیقت دور نیست. الکی در آخرهای عصر دوی پیش از میلاد در عهد یفتیدیم اتحاد قبیله های کوچمنچی به ناحیه های شمالی یونان و باختر بی‌واسطه تهدید می کردند. در نیمه دوم عصر دوی پیش از میلاد باشد، عالم کوچمنچیان شمالی آسیای میانه گویا یک بحر خروشانی بود که موجهای آن پسی هم به ساحلهای یونان و باختر در افتاده آن را پخش می کردند. از آمدن این طوفان حتی آنهایی که سلیوکیان را زیر پا کرده بودند، یعنی پادشاهان پارت، وارثان میتریدات یکی مقتدر، به لرزه می آمدند. ساخت داخلی، اقتصادی و مدنیت آسیای میانه در عصرهای 3 پیش از میلاد، دولت یونان و باختر. نهایت کم بودن مأخذهای تاریخی امکان نمی دهد که ساخت دولتی و جمعیتی یونان و باختر مفصل توصیف کرده شود. در عهد حاکمان تواناتر دولت به اندازه صاحب مرکزیت بود و در این بابت از افتکار اساساً به طرز دولت سلیوکیان تقلید کرده می شد. پلوتارخ در حق سلیوک چنین لطیفه می آورد که گویا وی گفته باشد: اگر اکثری مردم می دانستند که فقط برای نوشتن و خواندن مکتوب‌های دولتی چقدر مشقت کشیدن در کار، تاج‌ها در کوچه‌ها افتیده می‌خوابیدند و کسی به آنها نگاه هم نمی‌کرد. داننده دوره ایلینیزم مورخ سویتی رانوویچ می‌نویسد: موافق معلوماتی که از کتیبه‌ها به دست آمد، حکومت سلیوکیان مکاتبه زیادی کرده، امر و فرمانهای گوناگون ترتیب داده، عاید به حل مناقشه بین شهرها قاضی و حکمها را تعیین می کرده است، باششگاه‌های نو برپا می نموده است، با دیگر دولت‌ها مکاتبه دیپلماتی را جاری نموده، بین شهرهای خود مملکت با شهرهای یونان، با معبدها و دیگر مزارجای‌های عمومی یونانی رابطه زیج داشته است. احتمال اداره دولتی یونان و باختر مثل اداره دولتی سلیوکیان مکمل، مفصل و متمرکز نبود. در سری دولت پادشاه می ایستاد. بعضن پادشاه با پسرش برابر حکمرانی می کرد. دولت به ساتراپی ها تقسیم شده بود. از میلیند پنخ عیان شد که در سلطنت میناندر، یعنی در ناحیه هندوستانی یونان و باختر، پادشاه 6 اقربا داشته است: سرلشکر، سروزیر، سرقاضی، سردار خزینه،
چتر بردار و شاف بردار. غیر از این صاحب ده نیز ذکر می شود. تریور درست قید می کند که تحلیل همه این اصطلاحات و مقایسه معلومات میلین در پنخه با معلومات دیگر سرچشمه ها می توانند به یک اندازه معین ساخت اجتماعی دولت مینند را روشن نماید. ولی درباره باختر و دیگر ناحیه های همجوار مأخذ ها این گونه معلومات نمی دهند. لشکر نیز مقامی نمایان داشت که از جمله هم یونانیان و هم اهالی محلی از جمله باختریان جمع کرده می شد. باختریان لشکر را اساساً با قسم‌های سواره تأمین می کردند. پادشاه از افتکار گورده‌ای شخصی نیز داشت. فیل‌های جنگی قوه ضربه‌زنی لشکر را افزون می کردند. درباره تشکیل لشکری یونان و باختر بعضی معلومات ها به دست آمدند. در لشکر قسم‌های سواره و پیاده‌گرد قسم‌های اساسی بودند. آثار صنعت و سرچشمه‌های خطی که دسترسی ما شدند شهادت می‌دهند که در لشکر باختر فیل‌های جنگی بودند و در بالای آنها جنگاوران مسلح می‌نشستند. از افتکار فیل‌های جنگی را در عین اوج محاربه به کار می‌انداختند. یوستین دیادوت را حاکمی 1000 شهر باختر نامیده بود. استرابان میگوید که به یوکراتید 1000 شهر تابع بود. این مؤلفان ظاهراً نه خاک خودی باختر بلکه تمامی تریتوریای دولت یونان و باختر را از جمله هندوستان شمالی را نیز در نظر داشتند و در ضمن این رقم 1000 در این مورد نه به معنای اصلی خود بلکه چون مبالغه آمده است. در عین حال باید در نظر داشت که این مبالغه اساس هم دارد، یعنی در آن دوره در باختر شهرها در رونق و رواج بودند. شهرهای باختریان اینچنین سغدیان را از روی پیدایش به 3 گروه تقسیم کردن ممکن. به گروه یکم شهرهایی می درآیند که پیش از هخامنشیانی ها و در عهد آنها به وجود آمدند. به این قبیل شهرها از جمله باختر، باکتره، پایتخت و کلانترین شهر باختر منصوب است که در پایاناب دریای کافرنیهان واقع بود. الحال دیمنه قلعه میر. شهری دیگری پایتخت سوخت، مراکند و غیره. گروه دومی شهرها در زمان اصطلاح یونان و مقدونی یا در عهد سلیوکیان پیدا شدند. به گروه سوم شهرهای منصوبند که در دوره دولت یونان و باختر ساخته شدند. در بین شهرهای گروه دوم و سوم شهرهایی بودند که اسکندری مقدونی، مثلا اسکندریه اقصا، یا دیگر واریان یونان، مثلا در باختر شهری یوکراتیدیه برپا کرده بودند و اینچنین شهرهایی که به دخالت حکومت پادشاهی خودشان به وجود آمدند. درباره ساخت داخلی حیات شهرهای باختر و سوخت ما معلومات کذایی نداریم، ولی کشفیات‌های من بعده اپیگرافی شاید دلالت نمایند که بعضی خصوصیت‌های شهرهای پارت و سلیوکیان، مثلا بعضی شکل‌های خود اداره کنی شهرها در این مورد هم جای داشت. در میلیند پنخه شهر کلان تصویر شده است که در دوره یونان و باختر یا خود بعدتر وجود داشته است. در آنجا معلوماتی هست که در اساس آن گفتن ممکن در آن دوره کاسبی خیلی رواج یافته بود. مثلا در شهری که در میلیند پنخه ذکر شده است، آهنگران، زرگران، میسگران، کلالان، چرمگران، خیمه دوزان، شانه تراشان، بافنده ها، ندافان، سبد بافان، کمانگران، سنگ تراشان، زرشویان، آشپزها، حمامچی ها، قصاب ها، می فروشان، گل فروشان و غیره و هاکذا بودند.
میلیندا پانخا قید می کند که در بین ساکنان شهر فروشندگانی ماهوت و هر نوع آذوقه نیز بسیار بودند. همه این معلومات به ما امکان می دهد ادعا نماییم که هم کسب و هنر و هم سودا اساساً در دست اهالی محلی بوده است. پایتخت باختر تکیهگاه پادشاهان یونان و باختر بود. برای حمله به دیگر مملکت‌های همسایه علل خصوص به هندوستان آنها در همین شهر قوت جمع می کردند. جای شهر باختر معلوم است. شهر تقریباً 20 کیلومتر دورتر از شهر حاضره افغانستان مزار شریف واقع بود. ولی در آن جایی که باختر واقع بود با اندک تنفس باشد هم زندگی در تمام مدت عصرهای میانه دوام می کرد و در اینجا یکی از کلانترین شهرهای آن وقته بلخ وجود داشت. به این سبب بالای طبقه های پیشتره را طبقات دوره ثانی پناه کردند که حفریات ارخئولوژی را بی نهایت دشوار می کند. مرکز آن باختر که در زمان یونان و باختر وجود داشت دیمنه حاضر زمانی بالاحصار می باشد که طرح آن دایره درازرویه بوده، وسعتش 120 هکتار است. محققان فرانسیا شلومبرژه و بیره چخیل بودن ساخت دیوارهای قلعه باختر را مقرر کرده توانستند. غفصی آن دیوارها حیرت انگیز است. گفتن ممکن که غفصی پایه این دیوارها تا به 31 متر می رسیده است. دیوارها چند قطار تیرکش‌های پیکان شکل داشتند. به عقیده محققان از احتمال بیرون نیست که محض همین دیوارها به محافظان باختر امکان دادند محاصره لشکری سیرشماری انتیوخ سی را رفع نمایند. از افریقار در دوره یونان و باختر حدود باختر با همین یک بالاحصار محدود نبود. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صفحه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. یونان و باختر و پارت در عصرهای 3-2 پیش از میلاد. شما گفتاری 19 را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان در قرائت عبدالرشید خوجمقولov شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی.